دوستان عزیز السلام علیکم. من با دوستی خودم دکتر عالم فرهاجان همچون که دین من در فیسبوک گفته بودم که هر خیل داروها رو خودم لازم نیست و به ارگانیسم خود ضرر آوردن لازم نیست. در اون وقت که شما سالم میباشید هر خیل داروهایی ها همچون پروفیلاکتیک داشته خودم لازم نیست. یکمش این که داروهایی ها قیمت میشوند، داروهایی های بیکار و نرخش بلند هستند. التماسم فروشنده های داروها انصاف کنیدتان، آخرت اوی کنتان. من این چیز رو به زبان روسی گفته بودم. آدم‌ها التماس کردند که به زبان تاجیکی هم گپ بزنید که ما هم فهمیم. در اون وقت که شما داروهای زیاد میخورید ارگانیسم شما ایمونیتتون پست میشه. برای همون آدم سالم عموما دارو خوردنش ممکن نیست. من حاضر وقتی سبزیجات، وقتی میوه ها، اون میوه های استعمال کنتون همینش بست است. بعد در همین سوسیته هم ریسپتور در سوسیته بسیار شده که هر خیل تابطای کرونا داروهای ضد ویروسی آنتیبیوتیک اگر سالم باشتم حتما این داروها رو استفاده نبرید. برای اینکه ایمونیتت خیلی که دکتر پولات گفتم ایمونیتت خیلی پس میشه. بسیارتر ورزش در خانه، فیزیکولتور. بعد نه همه این ریسپتورها توغری میباشن. مول و ریسپتورها چپ راسته عادی چشک دیگر. این ریسپتورها عموما در نظر گرفتن ممکن نیست. فقط دکتر هر یک آدم پرسنل دیده بعد دارو نوشتنش لازم. سلامت باشتون. اولون سلامتی. ما برای شما کار کرده ایستادیم. شما در خانه‌تان مانیتان.